کتاب قلعه حیوانات، نویسنده جورج اورول، مترجم محمد فیروزبخت. فصل 5، صفحه 52. عاقبت تمام نقشه‌ها و طرح‌ها تبدیل شد به توده‌ای خطوط درهم و برهم و شبیه چرخ‌دنده که نصف فضای کف انبار را پوشانید. این توده را حیوانات دیگر می‌دیدند و با اینکه برایشان نامفهوم بود ولی تحسینشان را برمی‌انگیخت. حیوانات حتی برای یک بار در روز به دیدن نقشه‌های اسنوبال می‌آمدند. حتی مرغ‌ها و اردک‌ها هم آمدند، فقط ناپلئون نیامده بود. از ابتدا با طرح آسیابادی مخالفت کرده بود. یک روز به هر حال او برای آزمایش آنها آمد. به آرامی و سنگینی دور آن قدم زد. از زیر چشم نگاهی به تن آنها انداخت و یکی دو بار با خراسه اظهار تنفر کرد. سپس چند لحظه به تفکر ایستاد و بعد ناگهان پاچه‌اش را بلند کرده روی نقشه‌ها شاشید و سپس بدون اظهار حتی کلمه‌ای بیرون رفت. نظرات در مورد موضوع آسیاب بادی به دو قسمت مخالف و موافق تقسیم شده بود. اسنوبال موضوع را تکذیب نکرد که ساختن آن کار سختی است. سنگ برای ساختن دیوارها میبایست استخراج میشد. پره‌های آن میبایستی تهیه میشد. سپس احتیاج به موتور و کابل بود. درباره تهیه این وسایل اسنوبال حرفی نزده بود. اسنوبال گفت که این کار یک ساله تمام خواهد شد و سپس اعلام کرده بود که با به کار افتادن آن زحمت و کار حیوانات به مقدار زیاد کم خواهد شد و حیوانات در هفته 3 روز بیشتر کار نخواهند کرد. ناپلئون از طرف دیگر اعتقاد داشت که بزرگترین احتیاجشان توسعه تولیدات غذایی است و اگر آنها وقت خودشان را صرف آسیاب بادی کنند از گرسنگی خواهند مرد. حیوانات با دو دستگی زیر و نفوذ دو شعار بودند: رأی برای اسنوبال و 3 روز کار در هفته یا رأی برای ناپلئون و آخرهای پر. بنیامین تنها حیوانی بود که تحت تاثیر هیچ کدام از شعارها نبود. او از قبول اینکه غذا زیادتر شود و یا با آسیاب بادی کار نصف شود خودداری میکرد. او عقیده داشت با آسیاب و بی آسیاب زندگی همچون گذشته خواهد گذشت. در کنار بحث درباره آسیاب بادی، مشکل دیگری هم رو در روی آنان بود و آن مسئله دفاع از مزرعه بود. آنها کاملا دریافته بودند با وجودی که انسانها در نبرد محل گاوها شکست خوردند، امکان زیادی وجود داشت که با حمله‌های بیشتر جهت تسخیر مجدد مزرعه و استیلای مجدد آقای جونز اقدام کنند. دلیل آنها برای حمله این بود که خبر شکست انسان‌ها در مزارع دیگر منتشر شده و این خبر باعث سرکشی و طغیان حیوانات دیگر شده بود. طبق معمول اسنوبال و ناپلئون با همدیگر توافق نداشتند. به نظر ناپلئون کاری که حیوانات میبایست میکردند تهیه اسلحه گرم و تمرین با آن بود. به نظر اسنوبال آنها میبایستی بیشتر کبوتر به اطراف میفرستادند تا حیوانات دیگر را به انقلاب و طغیان تحریک کنند. یکی مشاجره میکرد که اگر آنها نمیتوانستند از خودشان دفاع کنند راهی برای پیروزی وجود نخواهد داشت و دیگری مشاجره میکرد که اگر طغیان هر جای دیگری هم صورت میگرفت به هر حال احتیاج به دفاع نداشتند. حیوانات در ابتدا پیرو ناپلئون بودند و سپس به حرفای اسنوبال گوش میکردند، ولی نمیتوانستند درک کنند که کدام یک حقیقت را میگوید و حق با کیست. به درستی آنها موافقت خودشان را با کسی که در همان لحظه صحبت میکرد اظهار میداشتند. سرانجام روزی رسید که نقشه‌های اسنوبال تکمیل شده بود. در جمله کمیسیون روز یکشنبه این مسئله که کار آسیاب بادی را شروع کنند یا نه به آرا گذاشته شد. وقتی که حیوانات همگی در طویل جمع شدند، اسنوبال ایستاد و با اینکه طبق معمول سخنانش با بعبع گوسفندها قطع میشد، دلایل حمایت خود را از ساختن آسیاب بادی اظهار کرد. سپس ناپلئون برای جواب دادن به او بلند شد و ایستاد و گفت به نظر او ساختن آسیاب بادی چیزی مهمل و چرند است و کسی نباید به آن رأی بدهد و به تندی در جای خود نشست. او تنها 3 ثانیه صحبت کرد. در این موقع اسنوبال به روی پاهایش جهید و با اشاره علامت سکوت به گوسفندان که بنای بعبع را گذاشته بودند نطقی جذاب در مورد آسیاب بادی نمود. تا این زمان حیوانات بنابر احساساتشان به 2 دسته مساوی تقسیم شده بودند، ولی در این زمان فصاحت کلام و گیرایی صحبت‌های او دسته مخالف را نیز به سوی خود کشید. او با جملات پرحرارت تصویری از قلعه حیوانات نقش کرد که در آن بار کار زیاد از دوش حیوانات برداشته شده است. محور صحبت او اره کاربر و ماشین شلغم خورد کن بود. او گفت برق برای ما کارهای زیادی خواهد کرد: گاوآهن، شانه شیار زمین، چرخدنده‌ها و داس‌های برقی. به غیر از آن آغل‌های ما با نیروی برق روشن خواهد شد. همچنین دارای آب گرم و سرد و اجاق برقی خواهیم شد.
زمانی که او به سخنانش خاتمه داد، در این تردیدی نبود که به چه کسی رأی خواهند داد، چون سخنانش تأثیر زیادی در آنها کرده بود. در این لحظه ناپلئون بلند شد و ایستاد. نیم نگاه مخصوص و قاطعی به اسنوبال انداخت و سپس صدای ناله تیز و تندی که تاکنون از او شنیده نشده بود از گلویش خارج شد. در این موقع صدای وحشتناک واق عده‌ای سگ به گوش رسید. سپس 9 سگ وحشی که قلاده‌های برنجی در گردن داشتند زنان وارد طویلی شدند. آنها مستقیما به سوی اسنوبال حمله بردند. اسنوبال ناگهان چون فنر از جا جهید تا از گزند آرواره‌های تیز آنها در امان باشد. لحظه‌ای بعد او بیرون پریده شروع به دویدن نمود و سگ‌ها به دنبال او بودند. حیوانات که از ترس زبانشان بند آمده بود به طرف در حمله کردند که تعقیب و گریز سگ‌ها و اسنوبال را ببینند. اسنوبال دوری در چراگاه زد و با سرعت خود را به راه اصلی مزرعه رسانید. او به گونه‌ای می‌دوید که خارج از قدرت و توان یک خوک می‌نمود، ولی سگ‌های وحشی خیلی به او نزدیک بودند. ناگهان او لیز خورد و به نظر آمد که سگ‌ها او را گرفتند، ولی او به سرعت برخاست و سریعتر از قبل شروع به دویدن کرد. سگ‌ها دوباره به او رسیدند. یکی از سگ‌ها به اندازه‌ای به او نزدیک شده بود که می‌توانست دم او را به دندان بگیرد، ولی اسنوبال با یک حرکت سریع دمش را از گزند دندان‌های او رهانید. سپس با نیروی زیادی که به کار برد به فاصله چند سانتی متر از سگ‌ها به داخل سوراخی فرو رفت و ناپدید شد. حیوان‌ها با ترس و سکوت با حالت خضیده به طویله بازگشتند. لحظه‌ای بعد سگ‌ها جست و خیز کنان باز آمدند. در ابتدا هیچ کدام از حیوانات قادر به تصور نبودند که این مخلوقات از کجا آمدند، ولی معما به زودی حل شد. آنها توله‌هایی بودند که ناپلئون آنها را از مادرشان جدا کرده و به درندگی تربیت نموده بود. آنها خودشان را وابسته به ناپلئون می‌پنداشتند، همانطور که سگ‌های دیگر دمشان را برای آقای جونز تکان می‌دادند، آنها نیز دمشان را برای ناپلئون تکان می‌دادند.